سلام دوستان، حالتون چطوره؟ خیلی خیلی خوش اومدید به یک ویدیو دیگه از سری ویدیوهای رول پلی. بچه‌ها قراره از این به بعد داخل این کانال ویدیوهای رول پلی بذاریم. اکثرا ویدیوها ضبط شده از استریم شب هاست. امیدوارم خوشتون اومده باشه. بریم سراغ ویدیومون. خب بچه توی جریان ما اومدیم سرباز شدیم و داخل نیروی انتظامی داریم خدمت میکنیم. جانم عزیزم. میگم آقای چیز روزنامه رو میخونی؟ توقف نکن، حرکت کن عزیزم، حرکت کن. سلام، خسته نباشید. ببین چی خب بابا خب برو درست سلامت باشید. یا الله، سلام علیکم. احترام کو؟ احترام دیگه کشکه دیگه. آقا منو میبینید دیگه احترام کشکه دیگه، درسته؟ چی شده سرباز؟ احترام اینا میبینید دیگه کشکه دیگه، درسته؟ آها الان این کیه؟ خودت داری میگی به خودت. من متوجه نمیشم. آقای لاکروسی چی میگی؟ معلوم نیست انگار امید تویی؟ تاب برداشتی. امید کو؟ من افسر آموزشی من کو؟ افسر آموزشی تو؟ امید مشکل خودت نمیتونه بیاد توش. برای آخرت باشه صداتو بیاری بالا. سلام علیکم استاد. برای آخرت باشه صداتو بیاری بالا. بله قربان. آزاد باشم؟ خب دیگه آزادم. من رفتم. کجای بابا شالله؟ خودش گفت آزاد باش. خب گفت آزاد باش، یعنی احترام نظامی در بیا. از احترام کلاتون هم نظامی در بیارید. کلام خوبه. زیر سقف نباید کلا گذاشت. حالا درسته هر روز یه ندارید، قانونی ولی خب. درست میکنید، ما میگیم باش. هر روز چیه؟ این قانونا از قبل بوده. باش حالا دیگه به گفته شما ما دیوارمون کوتاه دیگه، ما که نمیتونیم کاری داشته باشیم. بله قربان. دیوار راحت باش. آقا نیاز به احترام راحت نیست. باشم. بله اگر تشریف بیارم. چرا ناراحتید شما؟ نه گفت راحت باش. راحت باشم یعنی آزاد باش. بلند شو واسه ببینم. بابا آقا خودش گفت راحت باش که. بابا میگه از حالت احترام نظامی در بیا، نه آها. بشین بخواب شما که. یکم مشکل داری، نظرت چیه یکم؟ آقای امید ایشونو آموزش داده. یه آقای جور امید دیگه خودش افسر آموزش آموزشی میخواد. من آقای امیده. آقای امید خودش آموزش میخواد. من امیدمو میخوام. یا آقای امید بد آموزش داده یا ایشون یه ذره بد آموزش دیده. نه دوتاش بعد یکی شد آموزش ولی خب. دادم فکر کنم. من میتونم ببینم آه. داخل کدوم منطقه از نیو استار شما خانوادگی حالا خانواده میشینن؟ چی؟ بالا شهر، پایین شهر، کدوم ور میشینید شما؟ من وایس سوالی بچه ها پایینم. مشخص اصلا بغل پالایشگاه. رفتارات تهران میدونم، پارس. بله پالایشگاه. انشالله از رویاتون مشخصه. مخلصم عزیزم، تازه خیلی سری. لطیفه. بگم بچهای پایین بالا بیارن؟ نه بیان بالا. بس دیگه بچهای پایین بالا ها. تشریف ببینم. یعنی شما با لات و لوتا رفیقی آی سرباز؟ من با بله. بامراما رفیقم، میدونی؟ نه لات و لوت. نه لات، ببین چند جور لات داریم. لات بامرام داریم. من با بامراما دوستم، میدونی چی میگم؟ بیمراما چی؟ نه با بیمراما دوست ندارم. با بیمراما حال نمیکنم. شما خود لات هستی یا نه؟ من بامرامم. من شما لات بامرامی، پس لاتی. الان یه سوال، این رنگ کاپ ما کی زمانش میرسه؟ شما فعلا هنوز احتراما رو بلد نیستی. چرا؟ بله قربان. نه این احترام، نه احترام راحت باشم. چیزی چی میگن؟ احترام لفظی. متوجه هستی؟ راحت باش. بلند شو واسه.
نشد. راحت باش یعنی بله از حالت بابا. احترام نظامی جان در بیا بیا. اینجا. الان بیا راحت اینجا. باش. بیا اینجا. کی بیاد بلند شو اینجا؟ بیا اینجا دارم بهت میگم. بابا خودتون میگید راحت باش، از دماغ آدم میارید بیرون. آقا بگم از رو حالت 250 تا شنا همین الان میری سری باش بودو. چی؟ 250 تا شنا. 250 تا شنا همین الان میری. اینجا آب نیست من شنا برم. سری باش. باش. شنا میدونی؟ من چیزم مشکل شهریه میشه یه خدمات بزنی. سربار آقا من اینجا آب کجا من شنا برم؟ شنا میخوای بهت شنا رو یاد بدم؟ بله بله. خب عضله داری یا نه؟ عضله نه زیاد. برو شنا برو ببین. بالاخره این گوشته باید یه روز آب شه. آقا مثل اینجا من این آب حرکت نیست برو. من شنا منو برم. ببین منو ببین میخوام بهت شنا رفتن شما- یاد بدم. وایسا یاد بده وایسا یاد بده. منو ببین اینطوری. این شناه؟ یک، این شناه؟ دو، این دست سرهنگت می‌ذاری پشت فرق سر. شنا رو نمیدونه، بعد الان داره. دست رو میذاری پشت سر. عزیزم این شناه؟ سرتیپ این شناه؟ میخوای ببرم شنا کنی یه جا نظره؟ عزیزم اونی که شما رفتی شنا نبودا. الان یه جایی میبرمت صدها کیلومتر شنا کنی بفهمی شنای واقعی چیه. اینا من به شنا شما اینه. یاد اجازه بده میدم. من به شما آقای بیا اجازه بده. برو. شنا الان آب بیار من شنا بده. آها ورزش شنا رو میگی؟ بله بله برو. یه دیدن شما برید من بقیه‌شو بدم. شما یه دونه شما برید من بقیه‌شو بدم. خب آفرین. 1 2 3 تا برو خوب میری برو. برو. بندازمت سلول دیگه در اومدت به خدا. دارم مراعات میکنم. باس اگه 1 آها دو، یاد گرفت. سه. برو کنار. 50 تا همین الان میری. کفشت بو 50 میده. برو سه کنار. تا رفتی 4 کفشت بو میده سرنگ. 6 7 8 9 9 10 خوب بشمار، خوب بشمار. 12 13 14 14 بود 15 16 17 18 19 بدو 20 21 22 23 24 25 کفشت بو میده بکش اونور. اگه بچه پایین نبودی. بله بچه پایین باخ نمیده. برو ماشاءالله. خب بسه دیگه. برو. بسه دیگه. بسه دیگه. خسته شدم. تشخیص دادم که دیگه بسه. نمیری دیگه. آره بسه دیگه. بیا بریم بقیه کارامون انجام بدیم. من بهت آقا میگم چه بلند غلطی شدی، دارید 250 باز تا می‌کنید؟ شنا جناب- همین الان میری. برو. جناب دیدی چجوری منو زد؟ دیدی چجوری تو گوشه یه سرباز زد؟ برو سری باش. خدا شما رو از آسمون فرستاد. اینا دارن منو میزنن. آقا شما رو مگه من نفرستاده بودم مرخصی؟ مرخصی تموم شد دیگه. یه روزم دیر کردم تازه. آقا این زد تو گوش من. از ایشون شکایت دادم. آقا جان من از داخل کی؟ دوربینا یه اینا سری اینا چیزا از رو اون از اون از اون اینو از اون. میبینی؟ از اون. آقا وایدا اینو میبینید این چیه؟ بله بله. این دوربینه. من سلام. داخل این دیدم. سلام. آقا زهر مار. درست بالا داشتن صحبت کن. یا بچه پایینن ها. آقای- اینا هم محلامونن. آقا وکتورینه هم جمع کن ببر مشخصه بچه ببینم. پایینه. دکتر مصاحبه کنم من درست صحبت کنم. گفتم ببین شما- بچه خوشگل. ببین بچه خوشگل بچه اینجا خوشگل چی صدا از تو بافته ننداز موهاتون سرگرد مشخصه. باشه. فکر نکن اینجا 2-3 نفر جمع کردید برای خودتون بعد فکر ما هم نکن برای کلا خودمون- گذاشتی کلا همه رو گیس بنداز گذاشتی سلول. آقای همه رو صورتی بنداز سلول. همه صورتی خودتی درست حرف بزن. همه رو بنداز سلول سریع. سلول. کلا گیس سلول؟ گذاشته آقا من سلول. آقا اون دفترچه همه رو پست کرده بنداز بودم. سلول. همه رو دفترچه بنداز پست آقا کرده اینا بودم رو من. یک لحظه جناب دستاتو یک بگی لحظه بالا. من اینا رو گفتم بیان. من یه لحظه، گفتم یه همه لحظه. رو بنداز اصلا سلول. بالا. یه لحظه اه. آقا جناب، من دفتر- یک لحظه دستاتو بگی بالا. یک لحظه بذار پنج توضیحات بزن. اینا تکمیل بشه. من گفتم یه لحظه، رفتم یه لحظه، یه سربازی. لحظه. خب شما اینا- که بهت میگیم شنا برو دراز نشست میری. اومدیم ساندیس از این چیزا. من دراز نشست رفتم. اون سرهنگ صورت. دراز نشست رفت. کو سرهنگ اینا این آقا دراز یعنی نشست چی؟ رفت. این به درخت میگن درست صحبت این کن. اون
آقای ایو. سرهنگ. آقای سرهنگ. آفرین. ایشون گفتیم شنا برو دراز نشست رفت. ایشون بودن من نه. آره. ببینید من در هرچه پست کردم. آقای خب گوش بده. الان آقای، صداشو گوش بلند کن. کرد برا من. آقای همه رو بنداز سلول، اینا داستان آقا، دارن. بنداز سریع آقا، بندازیمش شما سلول. داری آقا. زود ما فروختی؟ نه با شما ما رو بی فروختی؟ ادب. یعنی ما اینا رو بندازیمشون میگیری بالا سلول. دست تو یا آره، نه؟ موافقم خیلی. آیه لباس زرد دست بگی بالا. چی میگی؟ بالا من که منو لباس چرا؟ سربازی میخوام برم چیز کنم. لباس سربازی آقا، کجا؟ دستبندشون بزن استوار، دستبندشون بزن استوار. لباس سربازیمو بیارم. آقا اینا اومدن اینجا سربازی. بی زحمت اینا رو من اومدم سربازی. کمک کنید سربازی استخدام بشن. کشک همه مگیری. سلول صحبت پست کردم پست کردم. سلول برای بریم چی؟ بابا پست بریم. کردن اینا دفترچه بابا، پست سریع باش. کردن. استوار پست کرده. دستبند آقا بزن مگه اینا. اینجا اداره پسته؟ نه برو دفترچه آقای سیسی، پست برو. کردن میخوان بیان سربازی اینجا اختار خدمت آخره. کنن. آقای سرباز چون بیا یه بابا. لحظه. بیا آقای سرباز بیا. آقای وکشو شما بیا. ببخشید من جلوتر حرکت میکنم. بالاخره هایدن کی گفتن؟ جان نه منظور میگم ببخشید من جلوتر میام شما باید جلوتر میرفتید. رو کنیم و بیا یه لحظه. این زد آقای- تو گوش من. زد چه زد؟ یه لحظه من آقا نمی‌بینم. این زد چیه چه هی زد؟ به همه میگی این؟ من عزیز شکایت من. میکنم. من میرم سرکار. اف بی آی شکایت میکنم. از برو سردار FBI شکایت کن. سرکار سرباز. سرکار سرتیپ درسته؟ سرکار سرتیپ. وای. آی ببین سب کن. بنده خدا چی اختار چه اصلا کلمه کلام کلا شما فهمید؟ چه برو اختار کنار آخره؟ ببینم. کی داده؟ اینجوری برو کنار بخوای ببینم. پیش بری. ایشون آه، زد من تو گوش نگاه من. کن. شما به چه عنوان هستی؟ بریم داخل. بریم داخل. آقای سرباز برو داخل. آقای سرباز. آقای سرباز برو داخل. آقای سرباز. آقای سرباز برو داخل. آقای سرباز. خب. سلام. افسر قانون رو زدی؟ نه یا تو. توهین به افسر؟ اصلا تو غلط. دستتو بلند کردی روی افسر؟ افسر مملکت؟ اختار آخرم اینجوری پیش بری یه جوری میدادم سلول بابا چجوری تا پیش آخر بدن؟ عمرت اون مواد در بیاد اسلحه در میاد. همرنگ دندونات شه با چجوری پیش میرن؟ آسمونم میری تا اسلحه در پا. می- داخل یا داد بزن. اسلحه آی! در میاری؟ بابا اینا منو خمیل بازی کردن همه میزنه تو گوش من. بداخل بداخل اینجوری خواست شما پیش بدی درست واسه ببینم گول میخوری درد میکنه. صورتم درد میکنه. خمیل بازی هم مگه؟ ساکت. کلا رو در بیار زیر سقف های. آها منتظر بودم شما بگی. آقای دوستان پیدی دوستان عزیز دارن صداتون میکنن. کر نیستم. از خزانه این میشنوه جواب نمیده. اون بنده خدا رو آقای سردار فارکون جهت چی بودجه آموزه؟ اصلا آموزش نه، این یه سری چیزا رو خودآگاه باید بدونه دیگه. اصلا خودجوشم. من خودجوشم. من خودم یاد میگیرم خودم عمل میکنم. آره ایشون که گزارشاتی که ما رسیده افسر آموزش رو کلافه کرد خودت یاد میگیری خودت عمل میکنی. بله من جناب میبینم سردار. اینجا هر کس هر حرکتی که انجام میدم یاد میگیرم تکرار میکنم و رنکاپ میشم. رنکاپ خودت هم رنکاپ کردی خودتو. نه فعلا رنکاپ نشدم. قرار رنکاپ شم. کاوه 31 پست پشت میز فرانتس دو ساده من برم بودجه امسال قرار رنکاپ بشی؟ من با این قدم. آیه ارسلانی ایشونو کی عضو کرده؟ دستم بشکنه بنده عضو کردم جان؟ دستم میگم بشکنه بنده عضو کردم دست شما چه خیلی؟ دست شما تو چش ما خورده اینقدر اشتباه کردی. شما عضو کردی منو؟ بله وقتم ندارم برم تا یه سال بودجه ندارم. خیلی ممنون قربان. آقا برو آیا استوار برو آقا اینجا کار داری.
منم اگه شما زمین برو. من ببرم برو میام، آموزش بهش بدم. برو ازم برو الان میام توضیح میدم بهت. آقا آزاد باش. زهر مار اینا شد آزاد سریع باش. اطلاع بدید ما رفتیم راحت عادی باشم وایسا. یا آزاد باشم؟ بفرمایید در عادی وایسا. عادی وایس. سعادت اگه اجازه بدید من یه دونه آقا مورد ایشونو توشون یه خطرناکه. مربی تخصصی بهترین افسر تینا رو بذار براش. میتونم خودم انتخاب کنم؟ مگه اومدی بقالی؟ اگر تأثیری داخل روند آی یادگیری پرو، من- داره مشکل آی داره. پرو تا 5 دقیقه دیوانه کنید بنده رفتم من نمیدونم بودجه هم آقا جدی بودجه از بانک اومدم مثل اینکه اونجا. ایشونو نه. برو همون تی که اون روز دادی جاروشو این سری بردار بیار. نه ولش کن دوباره نمیده. آقا ایشونو یه جا بگو صاف وایسه. صاف وایسم؟ صاف وایسه اینجا. آیا ارسلانی خودت هم وایسه رو بروش. دام پس صاف فردا وایسم. میاد به من میگه این پس فردا میاد به من میگه که دیوار گفت من به جای تو صاف وای میستم من رفتم. این یه مار هفت خطیه. ساکت. من ببرم اینو بالا خب من آموزشش بدم هم که صاف وایسه. مشکل نداره. آقا خوش شدی. هر سیارم مشکلی آی نداره. پرو خدا شاید آها یه لحظه وایسا. چرا هول میدی؟ خوبه منم عذرخواهی میکنم ببخشید من بده اینو نامه اخراج اینو بدید. نه خواهش میکنم من دستم یه خورد. فرصت دیگه به خاطر من یک فرصت دیگه ترس از ارتفاع داری؟ من نه ولی داری یا؟ من نه نداری؟ نه آیا ارسلانی برو یه هلی بکش این سربازم بذار داخلش. چت بازیه؟ من دوست دارم چت بازی. چترت هم باز نمیشه وسط. برو ببر برو باش برو. آقا من برو وایس خودم. آقا از بانک اومدن اینا از اومدن بودجه بذار من بودجه دولت چیزو بگیرم بیام بودجه پیدیو بیام بگیرم بیام. بیا اینجا. خیلی خوش اومدید جانم عزیزم. اینا توجه نمیکنن من جانم بفرمایید. سردار فالکون رفته تو خرابش نه اتاقش. ما صرف بانک ایشون لباسش اشتباهیه یا ما داریم اشتباهی نه عزیزم جان کارتو بگو. اون آقای دونم فالکون بعد یه سری برگا رو امضا کنه جهت بیا عزیزم بیا اینجا ببینه. نه سرباز نه آقای فالکون بیا چند تا امضا میخواد بزن اینا رو امضا کن برم. خسته نباش. استغفر. بیا اینجا ببینم بیا اینجا. چه خبر؟ بیا بالا بیا. میدی من برونم هلیو؟ اوه خوشش لذت ببره. من برونم دیگه هلیو. لف وایسا همینجا. همینجا سری باش همونجوری که سعادت بهت گفت. همینجا باش سری. اینجا وایسم. دست و پا همه جفت محکم وای آفرین. میخوای درستی یا میخوای همینجوری ادامه بدی؟ بله میخوام ادامه بدم میخوام سرتیپ بشم شما رو بندازم بیرون یعنی بازنشست بشی شما من بیام جای شما. خب میخوای به حرف من گوش بدی یا نه؟ بله. اگه مثل اون موقع دستبندمون نمیزنی باید همه چی رو یاد بدم. یاد بده. من یاد میگیرم. مطمئن یاد میگیری؟ بله یاد میگیرم. سری قبل من به آموزش بدم کمی دستبندم داری. معلوم نیست نمیتونم اطمینان رو بدم. شاید این سری با تیز زدم. همین الان اصلیت رو بنداز پایین. نه باشه شوخی کردم. نه شوخی کردم. درجاتو بلدی شما؟ بله. الان درجه من چیه؟ اجازه بده. تازه چسبوندین رو نوعن. چقدر من چشم شور نیست ولی شاید من یه چی بگم شاید رنگ داون بشی.
سرتیپ دوم هستید شما. آفرین. درجه آی فالکون چیه؟ سرتیپ تمام. درجه آی پیکو چی بود؟ درجه نچسبونده بود تو پیرنش. آفرین. الان ما سروان رو چجوری صدا میزنیم؟ جان؟ سروان رو عرض کردم چجوری صدا میزنیم؟ جاب سروان. جان؟ جاب سروان. آفرین. گروبان چی؟ سرگروبان. آفرین. بلدم بابا اینا رو. میدونم. در عمل یکم زیادی ضعیف بود. بریم؟ کلاس اسلحه ها رو بلدی یا نه؟ بله. کلاس یک چیه؟ کلاس یک شامل پیستول، SNS پیستول. بعد آفرین. بله. طرز احترام گذاشتن هم بلدی؟ بله. الان یکی من الان به شما بگم آزاد باش یعنی راحت وایسا، یعنی همون طور عادی وایسا. میگی لم بدی برای پس بگو آزاد. اوکی. الان راحتم. آزاد باش. بفهم. آفرین. یا راحت باش بهت میگن یا میگن بهت آزاد باش. بله. تشریف بیارید از این بعد آقا ایزر برو اونور آموزش بده. برید اونور. اینا کیان آورد بعدتون اینجا؟ اینجاست؟ من اینجا چی؟ نه. بعدتون اینجاست سردار؟ این الان بلد بودیم خدا رو شکر. بله بلدم. مسخره بازی جلوی های رنگت نمی‌کنی. مسخره بازی به چی میگن؟ من تو کارم جدیم. اگه ببینم هایدن کی کارشو بلد نیست من مجبورم کار اونم من انجام بدم. شما نمیخواد انجام بدی، شما به مرکز اطلاع میدی، مرکز پیگیری میکنه. مرکز اطلاع میدم. مرکز رادیو داری؟ رادیو. من رادیوم باتیش تموم شده. بفهم. جلد دوباره رادیو رادیوم باتیش تموم شده. یه دونه جدید داده. بسم الله الرحمن الرحیم. فریبرز سامورایی هستم آماده خدمت. چی داخل رادیو میگی؟ رادیو چی؟ همین میگه 10 سکند. خود رادیو رو بلدی؟ سرتیپ دوم آقای چیز به من گفت. آقای شما چی بود؟ آقای سهیل به من گفت اعلام کن. کد رادیو رو بلدی شما؟ نه کد رادیو بلد نیستم. من یه نامه به شما بدم میتونی بخونی از رو؟ الان نمیتونم ولی بعدا میخونم. سعی میکنم بخونم. الان بارون خیس میشه. من به شما میدم بس داخل جیبت ان شاءالله میخونیم. خیر بهتون میاد. جناب سردار سهیل. بفرمایید. این نامه‌ای که جناب سردار فالکون داره می‌نویسه شما هم باید یه امضایی بکنی. حواستون باشه. روشن‌آمد کن. یه خودکارم بیا. من الان امضا نمیکنم. الان نیاری. بعدا. شما امضا میکنی؟ بعدا. الان نه. الان بارونم هست خیس میشه قرار دادم. من تو بارون امضا نمیکنم. بیا اینجا سرکار بیا اینجا. چی بگم؟ چی میتونی؟ من سرجوخه قربان. اختیاراتی که داری به اندازه گروه هم نیست. من چه اختیاراتی دارم؟ فقط میگی اطاعت امر. همین. اوکی موافقم. هر چیزی که خواست نظر خب چیزای خوب البته افسران از خواستن توهین نبود میگی چشم قربان. اطاعت امر قربان. آفرین. اطاعت امر قربان. اگه مثلا یکی اومد به تو گفت که بیا بهت مواد بدم چی بهش میگی؟ اطاعت امر قربان. نه اینجوریش نمیگی. چی بهش میگیم؟ اطاعت امر. عرض کردم فقط به افسران اداره پلیس رو میگی. فقط به افسران. به بقیه چی میگم فقط؟ به بقیه
بستگی به رفتاری که با دارن و بستگی به جایگاه و مقام اون بنده خدا. من الان اینجا خیس شدم، ما میشه بریم پایین؟ خیس شدی؟ بمیرم. اطاعت امر قربان. به هر چیزی قرار نیست بگی اطاعتم. اطاعت امر قربان. دستوری بهت میگن یا به دستوری بهت میدن از درجه سربان به بالا. سربان. بقیه پش؟ بقیه پش نه. شکر در میان کلام جام سردار. جان این لیستی که داره فارغ میشه لیست نهایی ها. شما نمیخوای به عنوان یگانه دو چیزی بهش اضافه کنی؟ من پیگیری میکنم. چشم. اطاعت امر قربان. من موه دارم میدم خدمتش. من میشه برم یه خورده نفس بکشم بیام؟ خسته شدم دیگه. خسته شدم به خدا، زیاد مغزم پر شد. با اجازه وقت استراحت. نمیخواد بده تا بیا اینجا. برم میام. اون بر سوار شو. اون بر سوار شو. اون بر. دوست دارم، خیلی دوست دارم. بیا بشین بدیم. این دوگماش کار نمیکنه؟ سردار این دیگه تغییری توش نیست، اگه باشید بهتره. بابا برو تو هم مخ ما رو خوردی دیگه. آقای سرجوخس 30 میلیون پول من به فوت کرد. الان زانشینش کیه؟ من الان این پول خزانه داری بدم به شما، واقعا چیکار کنید باش؟ خود بده من پولو بده من. بدم باش چیکار کنید؟ اجازه بدید من ایشون رو چیز کنم. بیا بریم. من ایشونو ببرم آمبولانس. نه این واجبه، اینو باید ببرم آمبولانس. این داره از دست میره. نه من جان یک انسان در خطره. بگم برو بشین داخل خیلی دیگه. ول تو میخوای بگم اطاعت امر قربان، ولی اینجا جان یک شهروند در خطره. فاصله. من تا اینو نجات ندم نمیام که. صاحب ساعتی میبینید دنیا چقدر کوچیکه. گهی زیم به پشت و گهی پشت بزیم. کجاست اینجا؟ ساش کدوم بده؟ سا خروجمون کدوم بده؟ از پلا پایینه؟ بله ساعتی بزن میبینید دنیا چقدر کوچیکه. 30 سنه دنیا خیلی کوچیکه. یه زمانی اگه بلند بودی سر ما داد میزدی، بعد منو دعوا میکردی، ولی الان من دارم نجاتت میدم. ساعت بیا یه ماشین بکش ببینم. از پلا ما آوردیم شما اینجا گرفتی. اگه چیز بود اونجا بالا میگرفتی دیگه. من 2 ساعت پلا رو آوردم پایین. میگه اینو اخراجش کنید. الله اکبر. یه نامه خواستم. بیا نه سری بعد سرکار بیا این چیه؟ ماشین درسته. بیا پایین ببینم. خب سرکار بزنید سرکار. نظرت چی بود بانک مرکزی؟ بچی وضعیت اینجا
سردار بده من. کجایی برید سردار؟ سلام آقای سربان، خوب هستین شما؟ مخلصم عزیزم. استوار هستم. بفرمایید. سربان من هستم سربان. جان. ایشون چرا لباس سرباز من تنتونه؟ سرجوخم عزیزم. سرجوخ هستم. بله، فقط یه سوال داشتم. من الان اومده بودم مدی کار داشتم ولی الان هیچ نیروی بیمارستانی نمیبینم اینجا. الان من لباسامو میپوشم میام. مگه شما سرباز نبود؟ خیلی هم عالی. من در خدمتم، بفهمید. جان الان تغییر کاربری دادین؟ من در خدمتم، بفهمید. خیلی هم عالی. جان امرتون. من میخواستم بهم آمپول بزنین. برو بخواب تو تخت بیام. چه آمپولی؟ سربازا رو بردارید ببرید. جان آمپول تقویتی، آمپول ببرید تقویتی. زندان. آی کچل. کجا بریم بشینیم؟ کچل کلاوچه. روغن. جان آی کله. من دستگیرم، بعدم میام. تقویتی بزن. نفسم گرفت سردار. آقا ایشون قرار بود به من سوزن بزنن. دستگیر شدم عزیزم، دستگیر شدم. بعدم میام. بعدم میام. خیلی هم عالی. مخلصم عزیزم، مخلص. امضا لازم نیست. الان امضا نمیدم من. میخوایم ما ببریمتون؟ این کسی که اون ماشین رو آورد دزده بود و دستگیر کردم. آیه خسته نباشید واقعا. یعنی واقعا که دیدی ماشاءالله وایس خودم دیدم. اون چی کاره است اومده رفته دستگیر کرده، اون باید همین الان دستگیر بشه. مخلصم عزیزم. بذار بگیره یادگاری، بعدا لازم میشه. آره بعدا خیلی لازم میشه. یه دونه به من بدهکاری سرتیپ. جون تو نجات دادم. سرتیپ جون تو نجات دادم من. یه دونه به من بدهکاری. کاش میمردم. بذاش یه دونه رنگ کاپم کن. سریع آوردمت بیمارستان، میتونستم بذارم تو اون کیسه زبالا. زباله ها. خسته نباشید. گوشه تا محسوس خودش پارک کنید عزیزم، ماشین اینجوری پارک نمیکنه. اینو ببریدش بریم. من بیام ببینم اصلا این کیه، با چی کار داره. من حالا اینا رو ول نمی‌کنم که. من حالا اینو ول نمی‌کنم. خسته نباش عزیزم. خسته نباشی. الو جان حالا سیستم من رو نگاه کنیم مثلا. خسته نباش. شما همیشه با کسایی که جونتون رو نجات بدن اینجوری برخورد میکنید؟ تو بارون بالا پشتمون چی گفتی؟ آقا این کاش جون یک فرد در خطر بود و من نمیفهمم آیا ارتن چرا گوشتی این همه آدم این منو ببره. من احساس مسئولیت کردم. سرتیپ جان تماشا ببین، من وقتی یک نفر رو میبینم این چرا اومد بیرون؟ وقتی من یک نفر رو میبینم که واقعا داره تلف میشه و من این وظیفه انسان دوستی می که نجاتتون بدم. آقا ما میخوایم شما وظیفه خودتون و بهتون قول میدم تا وقتی من اینجام نمیذارم کسی اینجا جونش در خطر باشه. با اجازه.
بیا اینجا. کجا داری میری تو؟ من نمیکشم، من دیگه الان نیستی کنم میگیرن گرفتم، سرطان مغز گرفتم. جان حالا سر یه دونه سرباز من اینجوری مثبت اصلا اگر سابقه یه نداشته. تماس بگیر، یه تماس 10 سکند رادیو رو. فوش یه تماس بگی تیمارستان، اینو نباید تحویل جامعه بدیم. پس این بند نمیاد. من نمیشه. جاست اگه دستو بدید من ایشونو بازجویی کنم. چیکار کردن ایشون؟ آقا اینا حرف مفت میزنم، من هیچ کار نکردم. برو تا الان 2-3 تا چپ راست میزنم مغول بیای. برو تو. چی میگی تو؟ محمد جان مرسی 70 تا. 10 دقیقه فرصت نمیدم درست. ان شاء الله تا 2 هفته درست دیگه. نکردی خودت هم خراب میکنم باش. چی خدا. برم بازویی سردار. سرکار 2 تا چپ راست میزنم هرچی از بالا میاره. سرکار سوپا مرسی سیستان وای دارم. من تقریبا خیلی اصلاح شدم بابا. من جون یک نفر رو نجات دادم. محمد جان مرسی 170 تا رو. من جون یک نفر رو نجات دادم. الان شما با اون کسی که جان یک نفر نجات میده اینجوری برخورد میکنم. من سری بعد یه نفر ببینم میمیره یه دونم لگد میزنم به پهلوش میگم بمیر. امتحان نمیکنید دراز بکش. خیلی رو داری. سردار جانم نه ایشون سردار. از شما بپرسم اون مجرمه از سرباز شکایت شما چجوری انقدر با بقیه متفاوتی؟ درکت نمیکنم آقا، اصلا نمیگنجه. یعنی چی درکم نمیکنی؟ ترکم کن پس اگه درکم نمیکنی. شوخی دارم باز. بری چه ساعت است؟ 10 دقیقه وقت روزهای زود درست کردم 11 تا 1. جان سردار درست نشدی. اون مجرم داخل وایسا ببینم این سرشو انداخت همینجوری رفت. خدمات باقی ماندتون رو داخل سلول باید آه اینجا وایسادیم همینجوری میرید. یه تشکر خوشگو خالی هم نکردی از ما جونتون نجات دادیم. من سرمو انداختم اینجا رفتم. حداقل یه تشکر خوشگو خالی میکردی من تو رو نجات دادم. بردم تو این بارون نجاتت دادم. والله آدما خیلی انتظار دارن. خیلی انتظار دارن. سری بعد بریم. کجا؟ ازش شکایت دارم. کجا انشالله؟ ساعت کاری مگه تموم نشد؟ یا خدا شما ساعت کاری تموم میشه ریش در میاری؟ نه این ماسکه برای اینکه چون شخصیتم لو نره بیرون این کارو میکنم. خونه خاله است. خب وقتی داری تموم شد ما کارامون انجام دادیم. چی کار کردی؟ شما رو نجات دادم. وگرنه الان گوشه قبرستون داشتی اونجا فاتحه میدادم بعد خرما هم میخوردن تازه. آیا ارسلانی منو از پشتمون پرت کن پایین ولی نذاریم ببره منو جایی. بابا با این سرباز جدید کار دارم. رسیدگی کن الان میای دیگه. برو لباساتو عوض کن. با این کار دارم. من؟ نه برو آقا برو. ای کاری داری من در خدمتم اجازه بدید. اینو اینو اضافه کاری بزنید. من در بله قربان در خدمتم. اومد. اینجوری نمی‌کنه. نظر استفاده چیه؟ من سربازی تو رد میکنم. اوکی. من اومدم پیشرفت کنم.
من اومدم اینجا های رنگ بشم، از این درجه ها بگیرم. کلاتون رو فقط باید در بیارید وقتی اینطوری احترام میذارید. به شما نگفتم وقتی یه های رنگ اینجا از شما نمیتونید اظهار نظر کنید؟ ایشون میگن. خب یاد گرفتم. من جون ایشون رو نجات دادم، ایشون قرار بود بمیره، من نجاتشون دادم. آقا من کاش میمردم. خلوت کن اینجا رو، خلوت کن اینجا رو ببینم. خلوت کنید. من جون شما رو اگه یادتون باشه نجات دادم. درسته یا نه؟ اگه درسته تایید کنید. حالا من چیکار کنم وقتمون رو دارید میگی سرتون اینجا تکون میدید؟ کارهای خیلی زیادی هست که باید انجام بدیم. آقا چند ماه مرخصی میخواید؟ جون من نزده فقط خواهش میکنم. آخ تو نبر یا باید یگانه امداد. برو کنار، یک نفر جانش در خطره. مخلصم. جناب اندرسون بدبخت شدی. جناب اندرسون بدبخت مخلصم. بگیر آقا، من یه نفر رو نجات دادم. خسته نباشید. چه خبر اینجا؟ سلام علیکم. خسته نباشید. سلامت باشید. وایسا کنار. یه نفر من نجات دادم. نجیر آقا نجیر. بزن تو روزنامه یه نفر رو نجات دادم. مخلصم. بیا کنار، داره عکس میگیره. وایسا تو وسط کات که چی؟ عادی دمت گرم، نابودم کردی. مرسی ایوان سویل، مرسی. کنار وایسا، بگیر ازم، راحت باش. هر چند تا میخوای بگیر. چه خبره؟ الان 2 نفر شده، 2 نفر مدیونید به من. یه 2 نفری نمیتونید یه رنگ کاپم کنید؟ آیا همین کاره؟ جان شما قرار بود به من سوزن بزنید. نه ازم احترام نظامی نمیذاره. متفرقه بشید. آقا دور شو، یه قاتل اینجاست. دور شو. امضا نه عزیزم، امضا فعلا امضا نمیدم، با کسی مصاحبه نمیکنم. بعدن دور شید یه قاتل اینجاست. دور شید ببینم. قاتل اینجاست. دور شید قاتل اینجاست. چرا میدوید؟ من نگفتی قاتل اینجاست. برو بشین تو سورن. سویچشو بده. یا عقب بشین. برو عقب. بشین تو ماشین، صندلی عقب بودو. بشین صندلی عقب. بشین. پله. بابا الان بشین اونورش. بریم، خداحافظ. سربازا رو نیبردین؟ سردار بریم ستاد. چرا نشسته تو نرسید؟ چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ آقا شما علاقه از جایی که داری به ارائه خدمات پزشکی میخوای بری مدیکال دپارتمنت کار کنی؟ نه، من پیشنهاد شد ولی شغل محبوبم پلیسیه. من میخوام تو اداره پلیس بمونم. دمت گرم، همین گوشه به نگه دار.
وایسا. بریم حاضر بشید بعد بریم بیرون. سرباز الان میام. کجا ایشالله؟ وظیفمون انجام دادیم. نفر دومم نجات دادیم. وظیفه؟ نفر دومم نجات پیدا کرد. با اجازهتون اگه کاری یعنی ندارید چی ما آقا؟ بریم. یعنی چی؟ نه برو شما برو بیرون لطفا. برو یه 2 ماه مرخصی از طرف من. برو مرخصی واقعا 2 ماه برو. تشویقیه؟ تجهیزاتشو بگیرید فقط قبلش. فقط یک چیزی. فقط یک چیزی. اصلا بله. یه دونه رنکاب کن برم مرخصی، وگرنه من آدم وظیفه شناسی ام، نمیرم جایی. در حینی که داری میری رنکاپ میکنم. برو رنکاپ هم کن برم. مرخصی دائمی دادم بهت. برو همیشه مرخصی. رنکاپ هم کن برم. اینو بندازید بیرون. اختار 1 از 3 بفرما بیرون. اختار 2 از 3 بفرمید بیرون. آخرین اختار رو میگه. برو. در غیر این صورت شما دستید. جناب بله. اسلحه‌تون رو بدین به بنده. اصلا دادم. گذاشتم تو کمدم. داخل من کاری طرف درستون انجام بدم. فقط شما وایسا. برو. موافقم. فقط برو موافقم. مرخصی. بریم. یه راه دیگه برای راستا ما کانتکت. کجا چه غلطی میخوای بکنی سردار؟ ترفی درستشو من انجام بدم فقط رسمیش میخوای بکنی؟ نه اجازه بده آقا. اصلا بشکن. من نمیرم دیگه. پس من نمیرم. من تا رنکاپ نشم نمیرم. همینجا بشی. همینجا بشی. هیچ کاری نکن. همینجا بشی. همینجا بشی. همینجا اتفاقا باشی امن‌ترم از واسه کشور. چطوری نشستم تو؟ چه وضع نشستنه؟ راحتی بگم یک کافه گلاسی سرو کنم براتون. نه قهوه میخورم. بیا بلنشی. بلنشی به داخل. برو کنار ازم. میخوام بفرستم دست آگاهی. دست آگاهی؟ خوبه؟ اوه یا میتونم اونجا شات و شوت کنم؟ آها آره وایسا. برو رسته آگاهی فعالیت کن. همیشه لباس شخصی هستی و خیلی هم خوبه کلا. درجم چی میشه؟ میتونی برای اینکه خیلی نامحسوس بشه اخراجت میکنی. نه من اخراج کنی نمیام. نه خیلی چون نامحسوسه. نه اخراج. بعد برگردی یه ضرب با سرنگ میای. نه من نمیرم. رادی جان مرسی سیتا رو بی. نه من نمیرم. آی خب بابا چرا میزنید خب؟ چرا میزنید؟ بکنیم بر نظر راجع به رسته آگاهی چیه؟ اصلا اینو نگرفتی؟ مشخصه هر ثانیه میخواد چیکار کنه. اصلاشو بگی. نه من یک لحظه تو کمرم داشت تکون میخورد از اول گذاشتم. شلوار عوض کردم. سرباز اسلحه داد. اسلحه اینو بگیری. سرباز نیستم سرزوخم. واه اینو اسلحه‌شو بگیر آقای ارسلانی. رنکاپ هم کنید دیگه یه دونه. من شما رو بابا میفرستم الان درجه تو بهت میدم گروبان 3 درسته؟ گروبان 3 خب موافقم. خب دست آگاهی. خب نامتم خودم اینجا می‌نویسم داخل کشو خودم. خب شما برو وسط سایت منفی رو رخته کن. دستگیرشون کن. عضوشو قشنگ درجه بده. من درجه شما رو میدم. بعد شما رو از اینجا اخراج میکنم و درجهتون ثبته. نه اخراجم کنی نمیرم. من جون شما 2 نفر رو نجات دادم. واقعا متاسفم برای این شما 2 نفر. من هیچ جایی نمیرم. تو یگان امداد هستم. امروز میرم مرخصی فردا میام دوباره. خداحافظ. برو فردا. شما برو رستا. نمیرم من جایی نمیرم. تو همین یگان امدادم. بیا برو یگان امداد. امدادو نجات میذارم چون خیلی علاقه هم داری به نجات. موقعی که میمردی این حرفا رو نمیزدی. اینجا سقط شده بودی 2 تاتونم بردمتون تو بارون نجاتتون دادم. اینجوری حرف نمیزدی. الان دارید اینجوری. کاش میذاشتم بمیر وسط کیسه زبالا ستاشقال مینداختم میمردید اونجا. میگه اینو بندازیدش بیرون.
قهرم باد. قهر نباش. قهر باش. اگه قهر باشی میره اداره پلیس. من هیچ جا نمیرم اینجا. من هیچ جا نمیرم همینجا. امروز هم میرم فردا صبح میام. الان دیگه دیر وقته دیگه. برو خودتو بفرست رست آگاهی. رست نوکو نظرت چیه؟ رست نوکو نظرت چیه؟ نظر خاصی ندارم. برو خودتو بنداز اونجا. فردا میام. راننده‌مو بگید بیاد. برو فقط برو. بره فقط. برو از فاصله شماره بره. چی گفتی؟ من صحبت نکردم. من غلط کرد شما بفهمید. غلط بکنم صحبت آفرین. همینجوریه. من با اجازهتون کاری ندارید. خسته نباشید. مراقب من باشید نفرات دنبالم نکنن. این شغل من امنیتش بالا هست. باشه قرب بشم. برو شما یه موردی رو عرض کنم. جانم. تشریف میبرید؟ بله میام ان شاءالله فردا شما به پرونده یه نگاهی بندازید. من فردا میام ازتون میپرسم. پرونده ها نگاه میای میپرسم. فردا میام نتیجه رو ازتون میپرسم. اصلا دستتو میشکونم. بله تشریف ببرید. به گاز برق هیچ دست نزنید. من فردا میام. هر کسی هم اومد در رو زد باز نکنید. شما فردا تشریف بیاری؟ من ان شاءالله فردا مرخصی ام. پس فردا پیشگیری برید ستاد. برید کلانتری همه. نوپو برو کلانتری. برید بچا برید. دنبال ما داریم میایم. برو اینجا تک کن. تام برو. شما برو. تو هم برو. دستم بشکنه. الهی خدا کاش بید. بشکن دستم. زندم نمیذاری. از کدوم سم میخوای بری؟ کاری نداری با من. از کدوم سم میخوای؟ میام عزیزم. میدونم نگرانمی. دل نبد من رهگذرم. فردا انتقالی میگیرم میام جای بعد تو اینجا میمونی یا دل نبد من رهگذرم عزیزم. میدونم عزیزم سخته. این دلتنگی ها سخت ولی دل به دل راه داره. ایشالله فردا نه پس فردا دوباره میام. خدا نگهدارت. اگر امکانش بود من حقوقتو میریزم. خب نه عزیزم نه قربونت برم. من میدونم شما نیت نه نمیخواد. من میام باید خدمت کنم. من پول میگیرم که خدمت کنم. این صورتیه نکنه واسه شماست. نه برای من نیستش. خدا نگهدار. از خودت مواظبت کن. برو شما هم از خودت مراقبت کن عزیزم. سلطانم برو عزیزم برو. از خودت مراقبت کن شما. برو عزیزم. ولی یادتون باشه که من جون شما رو نجات دادم و این هیچ موقع از ذهن من پاک نمیشه. خدا بیاد همین الان جون منو بگیره. چی از ذهن پاک نمیشه؟ این که شما رو نجات دادم هیچ وقت از ذهنم پاک نمیشه. من قربونت بشم. مخلصم. مرسی که جون من ندادی. مخلصم. فقط میشه من یه خواهش از شما داشته باشم. جانم. برای من احترام قائل. جانم. جون من نجات دادی. میشه من شما رو بفرستم رست آگاهی فعالیت کنی؟ نه من دوست دارم همینجا باشم شات و شوت کنم. با اجازه. عزیزم نیا. رهگذرم. دل نبن اسیرم میشی یا از الان بهت بگم. سرکار خوبی؟ برای چی دنبالم را انداختی اومدی؟ خب امیدوارم بچه از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. تا یه ویدیو دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.